رقابت کوروش رجبی همراه با حریف پاکستانی خودش بلال حسین را چگونه می توانید به شکل رایگان تماشا بکنید؟ بجز کوروش رجبی قرار است در این رویداد بیشتر از 10 فایتر دیگر از افغانستان رقابت بکنند که شروع رویداد به وقت افغانستان ساعت 6 شام می شود. در نخست یک پرس کنفرانس هست، پس از پرس کنفرانس هم رویارویی هر دو ورزشکار هست و حدود ساعت 7 رقابت ها به شکل قانونی آغاز می شود. مبارزه کوروش رجبی از جایی که در رقابت مین ایونت و یا مرکزی هست در رقابت آخر قرار دارد و شما می توانید حدود ساعت 12 شب به وقت افغانستان این رقابت را تماشا بکنید. رقابت از طریق صفحه رسمی سازمان IFT در صفحه یوتیوب پخش می شود. اگر نمی توانید پیدا بکنید حتما به تلگرام چینل ما پیوندید، در آنجا همیشه لینک های لایو مسابقات گذاشته می شود. تاریخ دقیق برگزاری رقابت هم 13 سپتامبر همین شنبه شب هست.